اما صبح روز بعد 24 مارس باد اندکی آرام شد. با این حال بالون همچنان آرام آرام پایین می آمد. از 4500 فوت به 2000 فوت رسیده بود. آنها آخرین وسایلشان، حتی چاقوهای جیبیشان را هم بیرون ریختند. اما پارگی بزرگی در بدن بالون باعث می شد گاز بدون توقف خارج شود. سقوط حتمی بود مگر اینکه معجزه‌ای پیش از شب رخ دهد. هنگامی که بالون به 400 فوتی سطح آب رسید، مردی فریاد زد: $2000 طلا هنوز اینجاست. کیسه سنگین را بیدرنگ به دریا انداختند. بالون بالا می رود؟ کمی، اما زیاد دوام نمی آورد. دیگر چه مانده که بیاندازیم؟ هیچ. چرا؟ خود سبد را بیاندازیم. با تصمیمی شجاعانه طناب‌های سبد بریده شد. 5 مسافر با چنگ زدن به تور بالون آویزان ماندند. بالون ناگهان اوج گرفت، اما دوباره شروع به پایین آمدن کرد. ساعت 4 بعد از ظهر بالون تنها 500 فوت از دریا فاصله داشت. در همین لحظه سگ همراهشان تاپ با شدت پارس کرد. یکی از مردان فریاد زد: تاپ چیزی دیده. و بعد صدای دیگری پر از امید: خشکی خشکی. در افق زمین دیده می شد، اما هنوز 30 مایل دور بود. آیا بالون تا آن لحظه دوام می آورد؟ نیم ساعت بعد خشکی تنها 1 مایل فاصله داشت، اما بالون باز هم افت کرد. این بار چنان که نیمه غرق در امواج می شد. باد اما بالون پاره پوره را مانند کشتی آسیب دیده هل می داد. وقتی تنها چند متر تا ساحل مانده بود، ناگهان موجی سهمگین بالون را زد. انگار چیزی از وزنش کم شده باشد. دوباره 1500 فوت اوج گرفت و سپس با وزش بادی جدید مایل به ساحل کشیده شد و سرانجام روی ماسه ها فرود آمد. مسافران توانستند خود را از تور رها کنند، اما بالون آزاد شده از وزن آنها همچون پرنده‌ای زخمی که لحظه ای جان می‌گیرد دوباره به هوا رفت و ناپدید شد. اما یک چیز واضح بود: بالون 5 مسافر و 1 سگ را حمل می‌کرد و حالا تنها 4 نفر و سگ روی ساحل بودند. یکی از آنها را در موج آخر با خود برده بود. 4 مرد نفس زنان و وحشت زده فریاد زدند: شاید هنوز در حال شنا باشد، باید نجاتش بدهیم.